این نماد چشم نظر که خیلی از ایرانی‌ها توی خونه‌هاشون از اون استفاده میکنن تا به اصطلاح از چشم بد دورشون نگه داره، متاسفانه هیچ کارکردی در این زمینه نداره. و جالبه که بدونید ممکنه باعث جذب بیشتر موجودات شرور و غیر ارگانیک بشه. از دیدگاه تاریخی تمام موجودات شرور و شیاطین در متون باستانی آبی تصور میشدن. اصلا جن آبی یا بیلو جین روفه. همینطور در بیشتر متون مذهبی شیطان یک چشمه. پس تک چشمی با رنگ آبی مستقیما نماد شیطانه. حتی در افسانه‌های مصر باستان هم خدای هروس یه چشمش توسط یه خدای دیگه کور شده. این چشم هروس به عنوان نماد همه شیطان پرستا تو سراسر جهان انتخاب شده. حالا خودتون این نماده رو نگاه کنید و قضاوت کنید. رسول الله صلوات الله علیه فرمود من بین دو جاهلیت محفوظ شدم که دومی‌ام خطرناک‌تر از اولی. من بین دو جاهلیت محفوظ شدم که دومی‌ام خطرناک‌تر از اولی. در جاهلیت مدرن متاسفانه ما شاهد مسائلی هستیم که باعث نگرانی میشه و بنده احساس خطر میکنم. و اینو وظیفه خودم میدونم که هر طور شده این رو اطلاع رسانی کنیم. الان دیگه به جایی رسیده که ژله با سبک و رنگ و شکل این نماد دارن درست میکنن. حتی به جای رسیده که فالگیرها وقتی میخوان فال بگیرن از اول تا آخر این فالگیری ها همشون یکیه، فرق نمیکنه، همشون با این موجودات در ارتباطن. احساس خطر یه سبکی از فال اومده که فنجون و اون سینی و دستمال زیرش رو طوری طراحی میکنن که همین تک چشم به وجود بیاد و اسمش رو گذاشتن فال آینده. احساس خطر میکنن. یک سبکی از فال اومده که فنجون و اون سینی و دستمال زیرش رو طوری طراحی میکنن که همین تک چشم احساس خطر میکنن. فال آینده. مراقب باشیم که سبک زندگیمون مورد هجوم دشمن قرار نگیره.